چطوری؟ خوبی؟ مرسی، ممنون. شما خوبی؟ خدا رو شکر. این سایه روشن یه خورده متفاوت شروع کنیم از راه دور. خیلی هم عالی. دیگه این درگیری های زمانه و انواع اقسام ویروس ها باعث شده که از راه دور و به دوران کرونا برگردیم و اونجوری بخوایم اپیزود ضبط کنیم. انشالله همیشه سلامتی باشه آقای رمضانی. ایشالله گیر کار اداری نیفتی، شما هم سلامت هم باشی همیشه. به سراغ سایه روشن نهم که سوژه امروزمون چیه؟ شمال از شمال غربی یا نورث بای نوروست. بله دقیقاً، شمال از شمال غربی، ساخته آلفرد هیچکاک. بازگشت همه به سوی کلاسیک هاست. من همیشه گفتم. دقیقاً همینه، درست گفتی اینو. خب تو حرفی نداری یا من شروع کنم؟ شما شروع کن بعد من اضافه میشم انشاءالله. باشه. شمال از شمال غربی همونطور که گفتم ساخته آقای آلفرد هیچکاک هستش. در دهه 60 میلادی فیلم ساخته شده. رنگی هستش. داستانش در مورد یک مدیر تبلیغاتی به اسم راجر او تورنهیل، یه مدیر تبلیغاتی تو نیویورکه که ظاهرا آدم موفقیه و همون اول کارم به اون نشون میده که یه شخصیت شوخ و شنگ و خارج از چارچوبیه. کار خودشو میکنه، هر کاری که دلش بخواد رو انجام میده، اما به واسطه یک تصادف خنده‌دار بتونیم بگیم. و اینم خیلی جالبه تو کارهای هیچکاک، کلا این تصادف‌های ناخواسته و خنده‌دار بعضن زیاد دیده میشه. حالا نمیدونم نظر تو چیه در این مورد، اما بر اساس یک تصادف ناخواسته خنده‌دار اشتباه گرفته میشه با یک مأمور مافیا به اسم جورج کاپلان و از اونجا به بعد توی بازی موش و گربه بازی میفته که از دست کسایی که میخوان بکشنش، یعنی خلافکارایی که فکر میکنن این یک مأمور مافیاست باید جون سالم به در ببره، از طرفی باید ثابت بکنه که جورج کاپلان نیست، چون که فضای ایجاد شده که همه فکر میکنن که این راجر تورنهیل همون جورج کاپلانه و قتل انجام داده، اشتباهاتی انجام داده و از یه جا بعدم که میره دنبال این که این قضیه رو حل کنه و هویت خودش رو پس بگیره. نمیدونم راضی بودی از این خلاصه، ولی گفتم خیلی وقت رو تلف نکنیم برای خلاصه اولیه، بریم تو دل داستان و بریم تو خود کار، میشه بیشتر صحبت کرد در موردش. نه خوب بود بریم تو دل قضیه و ببینیم که فیلم داره چه کار میکنه. ببین یه چیزی که خیلی برای من جالب بود وقتی داشتم فیلم رو میدیدم و تداعیگر بود این بود که یاد مرد عوضی هیچکاک افتادم، از این حیث که یه شخصیت داریم که دوباره اشتباهی گرفته شده و انگار که هیچکاک دوست داره این تم رو، آدمایی که اشتباه توی موقعیت وحشتناکی اشتباهی گرفته میشن دقیقاً و حالا باید خودشون نجات بدن از اون موقعیت وحشتناک. و نکته بعد اینه که به نظرم شمال از شمال غربی یکی از قوی ترین و بهترین فیلم های هیچکاکه. شاید بعضی حالا به خاطر داستان سادهش و ظاهر سرگرم کننده فیلم خیلی جدی نگیرنش، ولی من به نظرم یکی از جدی ترین فیلم های هیچکاکه که واقعا کلاس درس کارگردانی میتونه باشه این فیلم به نظرم. یعنی تیکه به تیکه‌شو میشه گذاشت، تحلیل کرد، یاد گرفت ازش و کیف کرد از مدلی که هیچکاک داره کارگردانی میکنه این فیلمو. نمیدونم تو سرگرم شدی با فیلم؟ احساس کردی که فیلم کاملا سرگرم کننده داری میبینی؟ ببین حقیقتا من اولش که اصلا داستان شروع شد، زمان فیلمو که دیدم گفتم 2 ساعت و 17 دقیقه برای یه فیلم کلاسیک یه خورده برام زیادی بود، ولی بین سرگرمی و گیج شدن هی در حال رفت آمد بودم. یه جایی گیج میشدم که چه اتفاقاتی داره میفته، یه جا هم واقعا سرگرم کننده بود و این گیج شدنه چیز بود، یعنی یه نکته جالب بود برام. عین خود اون آقای تورنهیل یا کری گرانت اگه بگیم فکر کنم من خیلی راحت تر باشم. کری گرانتی که نقش راجر او تورنهیل رو بازی کرده، چون خودش همون اوایل فیلم گیج نمیفهمه چی کار داره میکنه، هی داره این ور اون میشه، منم دقیقاً اینو اون داشتم گیج میشدم، ولی آپشن سرگرمی رو داشت، خصوصا اینکه هر چی جلوتر میرفت هم گرمتر میشد فیلم برام. بار اولم بود میدیدی دیگه، درسته؟ آره من قبلا یه خورده‌اش رو دیده بودم، دقیقاً تا اونجایی که میره دوستاشو ببینه، همون اول فیلم قبل از اینکه اشتباه گرفته بشه. و خب این سایه روشن باعث شد که رجوع کنم. یه نکته هم که بذار اینجا بهت بگم، چون میگی سرگرمی و گفتی مرد عوضی هیچکاک، حالا من از اون سمت نگاه نمی کنم بهش. من وقتی این فیلمو دیدم شمال از شمال غربی رو، یه شباهت ها یا ریشه هایی از
یه جیمز باند دیدم، یعنی کارهایی که این میکرد بعضن کارهای جیمز باندی بود و این خیلی برام جالب بود. به خاطر هم میگم که کسایی که ممکنه که فیلم کلاسیک حالا خیلی آشنایی نداشته باشن و با دنیای هیچکاک، جان فورد، حالا کارگردانان کلاسیک خیلی مأنوس نباشن، فکر میکنم شمال از شمال غربی پیشنهاد خیلی خوب باشه برای آشنایی با سینمای کلاسیک و ورود به دنیای کلاسیک ها. دقیقاً. خب راجبه تیتراژ فیلم یه صحبتی بکنیم. تیتراژ رو نمیدونم تیتراژ سازهای هیچکاک رو میشناسه یا نه. تیتراژ این فیلم رو هم مثل در واقع فیلم روانی برنارد هرمن ساخته. یعنی موسیقی تیتراژ رو برنارد هرمن ساخته و هم ساخت تیتراژ و هم موسیقی فوق العاده است. یعنی ما به محض اینکه فیلم شروع و باز میشه با اون موسیقی دلهره آور شوخ و شنگ و بانشات متوجه میشیم که با یه فیلم حادثه‌ای شوخ و شنگ و با نشاط طرفه. یعنی همه اینا رو موسیقی به نظرم به مخاطب میده و علاوه اون پرده‌ای که واسه ما اول پرده سبز باز میشه و خطوط رو میبینیم که داخل همدیگه دارن میرن و بعد آروم آروم تبدیل میشه به پس زمینه یه آسمان خراش بزرگ تو نیویورک و حالا در واقع اسامی تیتراژ روی صفحه داره بالا و پایین حرکت میکنه که باز تم فیلم هم همینه دیگه. یعنی این آقای کری گرانت در ادامه دائما در حال جنب و جوش و حرکت تو جغرافیای آمریکا و تیتراژ هم همین رو داره به ما میده و لایه‌های از شخصیت کری گرانت هم به نظرم حتی تو تیتراژ، یعنی اون شوخ و شنگی و در واقع حرکت کردن تو تیتراژ هم دیده میشه. آره موافقی؟ آره یه نکته جالبی هم که داشت این شوخ و شنگ بودن و اینا، قبل از این که اصلا ما با کری گرانت مواجه بشیم خود هیچکاک برای اون رقمش میزنه با جاموندنش از اتوبوس. آره یعنی از اون دقیقاً قبل این که حتی فیلم شروع بشه، حالا بعد ما میبینیم سراغ این که یه سری نماها از نیویورک میبینیم، شلوغی شهر رو میده و یه پیرزنه رو میبینیم که میخواد سوار ماشین بشه، دو تا پیرزن دارن دعوا میکنن سر اینکه سوار تاکسی بشن، بعد تو سر کله هم دیگه دارن میزنن. یه سری نما از مترو نیویورک میبینیم که شلوغ، همه دارن میرن تو هم دیگه و انگار که اون در واقع مدرنیته نیویورک رو ما میبینیم، اون شهر مدرن پر جنب و جوشی که در واقع همه دارن حرکت میکنن توش و یه جورایی هم داره میگه که تو این جنب و جوشی که آدما دارن تو این شهر انجام میدن چقدر دارن سر هم دیگه کلا میذارن، چقدر در واقع این آدما ممکنه که دورو باشن تو این شهر. اینا رو هم میده ما یه مقداری و سوژه‌ش هم از دل همون آدمای شهر میکشه بیرون دیگه. داره میگه که این آدمم یکی از اون آدماییه که تو دل این مدرنیته شهری پرورش پیدا کرده و فقط چقدر زود برای ما کاراکتر سازی میکنه. یعنی این مسئله که ما همیشه صحبت میکنیم راجبش که شخصیت سازی دیر اتفاق میفته، کارگردان لفت میده تا شخصیت سازی اتفاق بیفته. تو شمال از شمال غربی هیچکاک واقعا کمتر از 2-3 دقیقه شخصیت کری گرانت رو کاملا برای ما میسازه و ما کاملا میفهمیم با چه جور کاراکتری طرفی، از یه مقدار حقه بازی و شوخ و شنگیش گرفته تا دفتر دار بودنش، تا اینکه کاراکتری که مدیر تبلیغاتی شرکته، تا رفتارش با بقیه آدم همه ساخته میشه. حالا حادثه محرک که اتفاق میفته باز دقیقه‌شو یادم نیست، ولی فکر میکنم تو مثلا 3-4 دقیقه اول اصلا فیلم وقت تلف نمیکنه. تو همون 3-4 دقیقه اول میره مادرشو ببینه، میره دوستاشو ببینه، میره دوستاشو ببینه، توی کافه نشسته، پیجش میکنن، کافه دار صداش میکنه، این دستشو میاره بالا که بگه در واقع منم. در یک لحظه با کسی دیگه ای که همون اسمش رو پیج کردن اشتباه گرفته میشه و کابوس آغاز میشه برای این آدم. و تم فیلم های هیچکاک هم حالا عموما خیلیش همین شکلیه. اینجا هم هیچکاک دوباره برمیگرده به همون تم سابقش، یعنی یه شخصیتی داریم که تو روزمرگی خودش غرق شده، تو زندگی خودش داره در واقع کاراشو انجام میده، متا به قول هیچکاک ملال اومده سراغ این کاراکتر و انگار که تو این روزمرگی خسته شده و یه کابوس براش شروع میشه وسط این روزمرگی و کارهای مختلفی که داره انجام میده. اینجا هم برای شخصیت راجر تورنهیل یا کری گرانت ما هم همین اتفاق میفته و کابوس شروع میشه با میفته توی در واقع نقشه کسایی که میخوان اطلاعات جاسوسی یا همچین چیزی رو از کشور خارج کنن و حالا مثلا پلیس هم یه دامی برای اونها پنگ کرده.
و اشتباهی گرفته میشه. نظری نداری تا اینجا؟ بریم ببین آره نه این واقعا خیلی نکته مثبتی که حادثه محرک خیلی سریع شروع میشه. حالا من میخواستم یه نکته کلی بگم در خصوص اینکه هیچکاک همینی که خودت میگی، وقتی مثلا داستان رو ما میبینیم یا فیلم رو مثلا نگاه میکنیم فکر میکنیم که خیلی فیلم کوچولوی مثلا جمع و جور سرگرم کننده که هیچ حرفی نداره، ولی وقتی مثلا در مورد فیلم میخونی یا فیلم رو مثلا تا آخرش نگاه میکنی میبینی که چقدر توان گذاشته هیچکاک سر این و چقدر دیکتاتور بوده سر این فیلم. مثلا من یه داستان جالبی که خوندم در موردش این بوده که کلن چیزی که اضافه فیلم برداری شده از این فیلم نامه چیزی حدود فکر کنم زیر 2 دقیقه بوده، یعنی کل اضافات فیلم برداری شده فیلم زیر 2 دقیقه بوده، یعنی هیچکاک اصلا اول میدونسته میخواد چی کار بکنه. این خیلی شاهکاره. یعنی الان ما مثلا میخوایم یه کاری رو شروع کنیم نمیدونیم 2 دقیقه بعدش میخوایم چی کار بکنیم، ولی هیچکاک مثلا پلاتو کامل تو ذهن خودش چیده اندازه 2 ساعت و 15 دقیقه و اتفاقا وقتی که مثلا استودیو بهش میگه که آقا یه 15 دقیقه از این کم کن بیاد زیر 2 ساعت، میره نمیدونم یه دعوای حقوقی تقریبا شبه حقوقی مثلا میکنه سر اینکه نه آقا من هیچی از این فیلمو دور نمیریزم و پلان به پلان دقیقه به دقیقه این فیلم در خدمت اون چیزی که من میخوام روایت کنم و بسازم و این واقعا خیلی نکته جالبیه. یه نکته خود هیچکاک میگه که فیلم همیشه قبل از اینکه من برم فیلم برداری بکنم تو ذهن من ساخته شده و تموم شده. موقع ضبط فیلم موقع ساخته شدن فیلم نیست، فیلم فقط صرفا داره ضبط میشه سر صحنه و نشون میده که هیچکاک دقیقاً پلان به پلان فیلم رو قبل از اینکه فیلم ساخته بشه تو ذهنش تصور کرده، استوری بورداشو کشیده و سر صحنه فقط میره که اون چیزی که کاملا ساخته شده رو ضبطش کنه، نمیره بسازتش. آره. خب بریم جلوتر یه مقدار. این آقای راجر تورنهیل ما که با جورج کاپلان اشتباهی گرفته میشه وارد بازی موش و گربه با جنایتکارها یا جاسوسهای فیلم میشه. این در واقع پله های تنش بحران میره بالاتر، مستش میکنن، میخوان بکشنش، براش یه صحنه قتل ساختگی ترتیب میدن. چقدر خوب اون سکانس و از در واقع دست اون کسایی که می‌خواستن بکشنش فرار میکنه به هر بدبختی که شده. فرداش میاد که ثابت بکنه این قضیه رو و متوجه میشه که حالا تو اون خونه‌ای که می‌خواستن بکشنش کسی نیست و خونه رو جوری ترتیب میدن که در واقع سر پلیسا هم کلاه بذارن و اونا رو هم فریب بدن. بعد این حالا رد جورج کاپلان که شخصیت ساختگی هست و در واقع اشتباهی گرفته شده باهاش رو میزنه، میره تو اون هتلی که پلیس ها برای جورج کاپلان یه اتاق گرفتن. اونجا یه اتفاق بامزه‌ای میفته. این هی در تلاشه که مادرش ثابت کنه که آقا من بیگناه هم، یه سری دنبال منن که منو بکشن، مادر باور نمیکنه، بهش میخنده. بعد یه سکانس آسانسور داره که تو هم هتلی که دنبال جورج کاپلان میگرده دوباره قاتلا میان که بکشنش. این میاد تو آسانسور، قاتلا میان تو آسانسور با مادره و این هی ابرو میندازه که مادره بفهمونه که آقا اینا میخواستن منو بکشن و اینا که قاتلای منن و اینا. مادر هی باور نمیکنه، یا اعصابش خورد میشه، تو آسانسور پر از جمعیت برمیگرده میگه که آیون شما 2 نفر میخواستید پسر منو بکشی. یه لحظه همه چشا گرد میشه، همه پوکر فیس به هم نگاه میکنن و بعد همه شروع میکنن خندیدن. این خیلی سکانس شوخی دردناکیه که در واقع هیچکاک با کاراکترش میکنه، یعنی کاراکتری که مستعسله و در واقع هویتش رو هم داره از دست میده و در معرض مرگه آدمهای دورش شروع کردن خندیدن و جدی نگرفتنش اون وضعیت کمیک رو. این تضاد خیلی بامزه‌ای که من دوست داشتم تو کار هیچکاک. و حالا سکانس بعدی که فرار میکنه میره تو سازمان ملل دنبال جورج کاپلان که حالا تا صاحب اون خونه رو پیدا میکنه دوباره میزنن میکشن صاحب خونه رو، قتل میفته گردنش. حالا از اینجای داستان به بعد هم پلیس دنبال کری گرانت یا راجر تورنهیل و هم اون در واقع جاسوسا و خرابکارا دنبال تورنهیلن و همه انگار افتادن دنبال این آدم که دستگیرش کنن یا بکشنش. و تو اینجا که تنش به اوج خودش رسیده و این از هر طرف تو مخمسه افتاده و آدمی که مثلا تا 1 روز قبل داشت زندگی عادیشو میکرد حالا داره از دست همه فرار میکنه، یه کات میزنه لحظه‌ای که داره از سازمان ملل فرار میکنه، مثل موشک میاد بیرون که بره دنبال فرار کردنش. دوربین بالای سازمان ملل،
این مثل یک مورچه از سازمان ملل دوان میاد بیرون، سوار تاکسی میشه میره و هیچکاک جوری از بالا نما رو میگیره که این آدم انگار آدمی که تا دیروز به خودش خیلی مطمئن بود، آدمی که تا دیروز شغل داشت، هویت داشت زندگی عادیشو میکرد، حالا امروز تبدیل شده به آدمی که از دست همه داره فرار میکنه و هویتش هم کم و بیش از دست داده و از اون بالا دیدن مثل مورچه دیدنه در واقع داره هیچکاک این تزلزل این آدم رو میرسونه انگار به ما، این کوچیک بودن این آدم که چقدر به راحتی میشه همه چیز آدم از دست بره تو این دنیا و آدم هیچ قدرتی نداره که مقابله بکنه با این اتفاقی که ممکنه براش بیفته. دیدی اون نما رو یادته؟ آره دقیقاً انگار که به هیچ داره تبدیل میشه دیگه. مثل مایی که مثلا یه مورچه‌ای رو میبینیم رو زمین داره رد میشه و هیچ اهمیتی برای اون نداره که این مورچه کیه، از کجا داره میاد، کجا داره میره، چی کار داره میکنه. دقیقاً همچین برداشتی رو میده به ما که خب حالا یه آدمی که دیگه هیچ چی نداره، نه دیگه هویت داره، نه خانواده داره، نه امنیت داره و صرفا داره میره و میاد. آره حالا فیلم 3 تا فصل داره به نظر من. با شروع با در واقع فرار کردن کری گرانت یا راجر تورنهیل به قطار، فصل اول فیلم تمام میشه، فصل دوم آغاز میشه. البته یه نکته قبلش بگم، تو این لحظه ای که حالا تورنهیل دیگه هیچ در واقع همه هویتش رو از دست داده و داره از دست همه فرار میکنه و یه مقداری هم ما هم گیجیم که خب چرا این اتفاق افتاده و چرا اشتباهی گرفته شده، هیچکاک کات میزنه به اتاق FBI و مامورای FBI که دارن صحبت میکنن که در واقع ما این آدم اشتباهی رو خلق کردیم و جورج کاپلان اشتباه گرفته شده و همه داستان لو میده هیچکاک برای ما. یعنی فکر میکنم مثلا تو یه رو 20 دقیقه اول این اتفاق، یه رو 20 دقیقه اول فیلم هیچکاک کل داستان رو لو میده برای مخاطب و میگه چه اتفاقی افتاده و نقشه چیه و در واقع کل میزانسه رو میاد از بالا برای ما و اون اطلاعاتی که رئیس پلیس و FBI یا اینا لو میدن واسه ما مشخص میکنه و از اینجا به بعد ما دیگه میدونیم راجر تورنهیل چرا اشتباهی گرفته شده. تورنهیل نمیدونه چه اتفاقی افتاده، اون داره فرارشو میکنه ولی ما مخاطب میفهمیم که چه بلایی سرش اومده و این نقطه‌ایه که در واقع دامن میزنه به تعلیق فیلم‌های هیچکاک، یعنی اطلاعات رو از پیش به ما میده مثلا کاراکتر هنوز نمیدونه چه اتفاقی قراره سرش بیاد و ما با دلهوره بیشتر و با پیگیری بیشتر نگاه میکنیم که خب حالا از این به بعد از این مخمسه‌ای که گیر کرده تورنهیل توش چجوری میخواد فرار بکنه. آره مثل چیز مونه. حالا اینا من داشتم مثلا همون لحظه که فیلمو میدیدم این دقیقاً به ذهنم اومد که هیچکاک خودش فیلمو اسپویل میکنه تقریبا. من گفتم اگه مثلا یکی امروز میخواست یه فیلمی بسازه اینو مثلا میذاشون آخر داستان میگفت که همه قشنگ رو دست بخوریم. هیچکاک رو دست هم میزنه تو همین فیلم‌ها، یعنی چند جای ما رو دستای اساسی میزنه که ما هم مثلا همراه میشیم و تعجب میکنیم. مثلا همین رو دستش که ما رو میبره به اتاق FBI، یعنی کارشناسای FBI میگن که خب حالا این اتفاق افتاد، یا جلوتر چند تا جای دیگه رو دستم میزنه ولی در فقط فیلمنامه‌شو با رو دست زدن جلو نمیبره. یک تعلیقی داره که این تعلیقه اتفاقا دامنی شده برای این رو دست ها. این بلدیه دیگه، یعنی انقدر به خودش به نظر مطمئنه که میتونه این قصه رو به بهترین شکل ممکن تعریف بکنه و تاثیرشو بذاره که نیازی نداره به غافلگیری. ولی خب منم دقیقاً باهات موافقم، یعنی هر کارگردانی امروز این فیلمنامه رو میگرفت بسازه برای اینکه قدرت فیلم رو به خیال خودش بیشتر بکنه میذاشت تا اون آخر لو نمیداد که چه اتفاقی قرار بیفته. آره حالا یه نکته ببخشید یه نکته جالبم من بگم این وسط، بر اساس همینی که میگیم تسلطی که به داستان وجود داره. من نمیدونم تو میدونی این نکته رو یا نه که اولش اصلا قرار نبوده همچین فیلمی ساخته بشه. هیچکاک با استودیو یه مثلا قراری میذاره که یه فیلمی بسازه، بعد با نویسنده‌ای که بهش معرفی میکنن تصمیم میگیرن که اون چیزی که استودیو میخواد رو نسازن، یه داستان خودشون بسازن. یعنی مثلا بیان یه داستان جدیدی رو خلق کنن و میشه شمال از شمال غربی. و نکته جالبش اینه که حالا الان اسم فیلمو یادم رفته ولی من داشتم میخوندم این بود که گویا پشت صحنه یکی از فیلماش اساسا خیلی از پلات داستان رو اونجا برات بازیگر تعریف میکنیم، یا آره یه داستانی داریم مینویسیم اینجوری و میخوایم بگیریمش و فلان و اینا. و جیمز استوارت خیلی دوست داشته اون نقش کری گرانت، یعنی اون نقشی که کری گرانت بازی کرده اون رو بازی کنه و مثلا همش دنبال این بوده که تو فیلم شمال از شمال غربی هیچکاک بازی کنه. ولی خب یه جا دیگه هم هیچکاک این تسلطش رو نشون میده تو انتخاب درست بازیگر. یعنی میگه که آقا از نظر من
من جیمز استوارت برای این نقش مناسب نیست، با اینکه من رابطه خوبی با جیمز استوارت دارم، بازیگر توانمندیه، ولی این نقش برای جیمز استوارت نیست، من یکی دیگر میخوام، کری گرانت مثلا میخوام. بعد از اون ور نمیخواد ارتباطش با جیمز استوارت هم به هم بخوره. چیکار میکنه؟ فیلمو به تأخیر میندازه، یعنی یه دیلی ایجاد میکنه که جیمز استوارت بره قرارداد ببنده برای، اسم فیلمو یادم رفته، موشکافی از یک قتل، نمیدونم یه همچین چیزی اگه اشتباه نکنم. جیمز استوارت که میره سر کار جدیدش میگه خب آقا کری گرانت بیارید که میخوایم فیلم برداری رو شروع کنیم. یعنی تسلط در این حد رو داستان، رو انتخاب بازیگر، روی ارتباط با کمپانی و استودیو، توی بحثای پخش، یعنی واقعا یه کار یه شخصیت چند وجهیه که تو جای جای این آثار ما میتونیم بفهمیم این قلدر بودن هیچکاکو. دقیقاً. و چقدر انتخاب خوبیه کری گرانت، یعنی اون شوخ طبعی که وارد فیلم کرده کاملا به فضای اتمسفر فیلمنامه و فیلم میخوره. حالا جالبه که کری گرانت اولش نمیخواسته اینو بازی کنه، میگفته من 55 سالمه، این خیلی برای سن من نیست، ولی خب راضیش میکنن که آقا بیا بازی کن، به نظرم هم بد نگذشته بهش. راجع به فصل قطار نظرت چیه بعد اینکه اون خانوم اضافه میشه؟ فصل قطار چیز بود، همون جایی بود که شروع کرده بود گرم شدن، یعنی ما اون مقدمه یا پرده اول یا به قول تو فصل اول رو گذرونده بودیم، حالا همه چی برامون آشنا شده بود، بعد افتادیم توی قطار و اصلا آشناییش با این خانوم نکته جذب کننده بود برای ادامه مسیر، چون به صورت خیلی مرموزانه این خانوم میشناسه این طرف رو و شروع میکنه باهاش ارتباط گرفتن، صحبت کردن و کمک کردن بهش. و اینجا هم یه نیمچه تعلیقی ما داریم که میخوایم بفهمیم بابا این خانومه چرا داره به این کمک میکنه، چرا مثلا داره با این صحبت میکنه. این خودش باعث میشه که ما بیایم جلو با این، هی دنبال این باشیم که ببینیم این خانومه چی کار داره میکنه، آیا این نامه‌ای که مثلا داره مینویسه، ارتباطی که داره میگیره با افراد دیگه تو قطار، یا مثلا به پیش خدمت قطار میگه این کری گرانتو بیار سر میز من بشون، هدفش از این کارا چیه واقعا؟ از اون پرده ها یا فصلاست که فکر کنم خیلی گذر زمانی ما توش حس نکنیم. دقیقاً. و بازی جالبی هم با هویت دختره میکنه، یعنی از اون اولی که ما میده 2-3 بار سعی میکنه که نگاه ما رو تغییر بده به این زن تا آخر که هویتش دیگه هویت واقعیش معلوم بشه. و این کار هیچکاک هم من دوست داشتم. آره انگار که چیز میکنه دیگه، یه آینه میذاره جلوی این آقای تورنهیل کری گرانت ما که ببین تو یه هویتی داشتی، حالا اون ازت گرفته شده، حالا روبروت یه آدمیه که اصلا هیچ هویتی نداره ولی داره با تو صحبت میکنه، داره بهت کمک میکنه. این کنجکاوی خود کری گرانت برای اینکه اینو بفهمه و خب حالا بعدش هم که تو دام احساسی این آدم میفته و حس میکنه که عاشق شده، باعث میشه که ما بیشتر کنجکاو بشیم که چون قبلش با کری گرانت مواجهه داشتیم، میدونیم که این بلاها داره سرش میاد و بیگناهه، همش نگران اینیم که این کری گرانت رو میخواد دستگیر کنه، با پلیساست، با پلیسا نیست، با مافیاست، با مافیا نیست، خودشه، آیا مثلا یه آدم تو صنعت مد نیویورکه که اینو میشناسه میخواد کمکش بکنه، هی حالات مختلف و جلوی ما قرار میده. دقیقاً. و بعد از فصل قطار بعضا میرسیم به سکانس فوق‌العاده فرار از هواپیما، اون که کولاکه. آره تو پوسترهای فیلم هم من نگاه میکردم، بعضی از پوسترهای اصلی فیلم هم دقیقا همین در واقع صحنه رو بازسازی کردن و یکی از شات‌های ماندگار فیلم هم شده که بعضی وقتا مثلا تو بعضی از مجلات دیگه هم حتی استفاده میشه به عنوان تصاویر فرار و اینجور چیزا که این کری گرانت داره مستعسل از دست یه هواپیما فرار میکنه و اون هواپیما ملخی هم پشتش داره میاد. آره اون اصلا اون سکانس فوق‌العاده‌ایه، یعنی نوع روایتی که داره میکنه، نوع تدوین، یعنی کاتایی که میخوره از چهره کری گرانت. اولا که اصلا اون آقایی که میاد قبلش اونور خیابون وایساده میگه که این هواپیما چرا داره اشتباه سمپاشی میکنه، چی کار داره میکنه، بعد یه چیزی تو ما ایجاد میشه، یعنی اگه کسی مثلا اون صحنه رو
ندیده باشه برای دفعه اول ببینه، یعنی اصلا خارج از خود فیلم ها، یعنی تو همین تیکه‌های برتر سینما و نمیدونم از این چیزا هم ندیده باشه، شاخک‌های آدمو جذب میکنه. بعد این نوع کاتی که میزنه از قیافه کری گرانت و اندازه قاب‌ها به هواپیما، این هواپیمایی که داره میاد هی رفت و برگشت بین اینا و اون اوجش که دیگه اینا با هم روبرو میشن واقعا جذابه. و نکته اینه که به نظر من این سکانس حتی اگر یک بار دیده باشی و کاملا برات اسپویل شده باشه، برای بار دوم، سوم، چهارم هم شاید اگر بشینی ببینی با اشتیاق تا آخرش نگاه کنی. یعنی این خیلی نکته جالبی بود برای من، چون مثلا من داشتم فیلمو میدیدم دوباره برای سایه روشن، خب من چند بار دیگه قبلا این فیلمو دیده بودم، ولی دوباره که نشستم داشتم فیلمو میدیدم دیدم چقدر دارم با اشتیاق نگاهش میکنم و انگار که اصلا خسته نمیشم، انگار بار اول دارم این سکانس رو دوباره میبینم، با همون اشتیاق اولین بار کاتا رو دنبال میکردم. و این نشون میده که چقدر رو حساب ساخته شده این سکانس و چقدر خوب تعلیق اضافه میکنه. آره اورجین بذار من اینو بگم، اورجین کریس نولان هم پیدا کردیم دیگه. ای بابا. خب اینم هواپیما رو کوبید به کامیون دیگه، اونم ناو جنگی رو کوبید به ساحل. این نکته رو ببین، وقتی سکانس شروع میشه دوباره همون بلا رو سر کری گرانت میاره، منتها این بار خیلی تلخ‌تر دیگه. یعنی این آدمی بوده که آدم دفتر بوده، آدمی بوده که آدم اداره بوده، آدم در واقع شرکتی بوده، آدم مدرنیته بوده. حالا یه قابی ما میده وسط بر بیابون تو اولین قاب، دوباره به صورت یه نقطه، در واقع همون شاتی که تو سازمان ملل میگیره رو یه جور دیگه تکرارش میکنه، وایساده وسط بیابون تو لانگ شات میبینیمش و دوربین آروم آروم به کری گرانت حالا نزدیک میشه تو این بیابون. بعد با هواپیما هم همین کارو میکنه، یعنی هواپیما اول دوره، هیچ تصوری رو تو ما ایجاد نمیکنه، هیچ در واقع احساسی نسبت بهش نداریم، تا اونجایی که اون آقاهایی که گفتی که از ماشین پیاده میشه و میگه که این چرا این هواپیما داره یه جایی رو سمپاشی میکنه که محصول نداره، و از اینجا بعد آروم آروم یه چیزی تو ما کاشته میشه تا میره جلوتر. کری گرانت هی بعد اینجا چقدر خوب با پی او وی بازی میکنه هیچکاک، یعنی تو این فیلم یه بخش مهمی از این فیلم بازی با پی او ویه. کری گرانت هی نگاه میکنه به هواپیما، دوباره کات به ریاکشن کری گرانت دوباره نگاه میکنه به هواپیما، کات به ریاکشن کری گرانت، و از اونجایی که دیگه هواپیما نزدیک میشه و در واقع کری گرانت هی در واقع میره تو این فکر که نکنه این میخواد اتفاقی بیفته، آروم آروم میریم تو مدیوم و اون لحظه ای که دیگه هواپیما کری گرانت مطمئن میشه که این داره بهش حمله میکنه، میایم تو کلوزآپ کری گرانت و میبینیم که هواپیما در واقع داره بهش حمله میکنه. یعنی از لانگ شروع میکنه میاد تو مدیوم لانگ، میاد تو مدیوم و در نهایت که هواپیما میخواد بهش حمله کنه بکشتش میاد تو کلوزآپش. خب از اینجا بعد وارد فصل سوم فیلم و فصل نهایی فیلم میشیم و هیچکاک فاز پایانی کارش رو شروع میکنه. یه قسمتی که اینجا خیلی توجه من رو جلب میکنه و خیلی فن جالبی میزنه که به نظرم حالا امروز هم حتی این فن قابل استفاده است. اون جایی هستش که راجل تورنهیل لو میره، پلیس دستگیرش میکنه، این خودخواسته میره سمت پلیسا که تو اون جایی که دارن حراجی میذارن شروع میکنه شوخی کردن که شوخی با مزه‌ای هم میکنه با حراجی و اینکه دستگیر بشه. آره و وقتی دستگیرش میکنن میبرنش خب سمت فرودگاه و اونجا برای اولین بار ما ملاقات رئیس FBI رو داریم با راجر تورنهیل که براش توضیح میده که خب چرا این اتفاق افتاده، چرا تو اشتباهی گرفته شدی و اصلا ماجرا از چه قراره. یعنی تازه یک سوم پایانی فیلم واسه شخصیت ما داستان فاش میشه که چه اتفاقی داره میفته. فن با مزه میزنه هیچکاک اینجا. راجر تورنهیل داره تو باند فرودگاه با رئیس FBI صحبت میکنه و هیچکاک نمیخواد وقت تلف کنه، چون ما که داستانو میدونیم، فقط کاراکترش که نمیدونه چه اتفاقی افتاده. هیچکاک برای اینکه اینجا وقت تلف نکنه و در واقع ما رو هم خسته نکنه که بخواد داستانو از اول مثلا رئیس FBI بگه و کری گرانت متوجه بشه که مسئله چه قراره، صدای هواپیماهای باند فرودگاه، صدای موتور هواپیما زیاد میشه، ما دیگه دیالوگ بین کری گرانت و رئیس FBI نمیشنویم، فقط واکنش این دوتا رو نسبت به هم داره میبینیم که دارن با هم دیگه صحبت میکنن و کری گرانت هی داره تعجب میکنه از حرفای رئیس FBI. مثلا بعد از چند ثانیه صدای هواپیما میره کنار و دوباره دیالوگ اینا رو ما میشنویم و تو اون چند ثانیه‌ای که در واقع هیچکاک صدای موتور هواپیماها رو برده بالا به ما میفهمونه که داستان رو رئیس FBI برای کری گرانت تعریف کرد. اینم یه تکنیک جالبی بود که هیچکاک به کار میبره اینجا. خب یه سکانس دیگه من خیلی دوست داشتم قبل از سکانس پایانی، اونجاییه که در واقع کری گرانت
قبول میکنه که واسه پلیس بازی بکنه و با اون خانومه، اسمش یادم کندل بود اشتباه نکنه اسمش، اوا کندل فکر کنم اسمش اینه، با اون خانم اوا کندل توی کافه میشینن و یه قتل ساختگی رو میسازن که کری گرانت باید بمیره. بعد از مرگ ساختگی کری گرانت این دوتا میرن همدیگر رو ملاقات میکنن با با درخواست FBI و یه جنگل مانندیه. اینجا برای اولین بار از ریتم فیلم کاسته میشه، یعنی اون کات‌های سریع و اینا رو نداریم، فضا خیلی آرومه و این دوتا برای اولین بار با هویت واقعی همدیگر رو ملاقات میکنن. یکی از سکانس‌های خوب فیلمه و یکی از سکانس‌های عاشقانه فیلم هم هست در واقع، که از لانگ شات شروع میشه. این دوتا همدیگر رو نگاه میکنن، نگاهایی که نسبت به همدیگه دارن یه مقدار خجالت آمیزه، برای اولین بار دارن با هویت واقعیشون با همدیگه روبرو میشن و بعد میرسونه به اینجا که دیگه این دوتا واقعا عاشق همدیگه شدن و میسازه عشقشون، یعنی اون رابطه مستحکمی که باید بینشون شکل بگیره رو کامل اینجا استیبلش میکنه فیلم. بعد اونجا هم دوباره یه چک بهمون میزنه تهش دوباره. آره دقیقاً، یعنی نمیذاره همینجوری ساده بمونه، سکانس عاشقانه تموم بشه. در نهایت هم میرسیم به در واقع سکانس پایانی که در واقع میخوان چیزایی که جاسوسی شده رو پس بگیرن و جون خودشون هم نجات بدن. چقدر سکانس خوبیه، باز استفاده هیچکاک از POV ریاکشن فوق العاده است. یعنی اونجایی که کری گرانت میاد خونه اون مجرما رو پیدا میکنه، از دیوار ویلا میره بالا و ما چشم کری گرانت رو به صورت کلوزآپ میبینیم و بعد ریاکشن کری گرانت به اتفاقایی که داره تو ویلا میفته. فکر میکنم طولانیه، مثلا 2-3 دقیقه کری گرانت با 2 تا چش داره تو ویلا رو نگاه میکنه از دیوار و هی ریاکشناشو میبینیم. این بازی رو هیچکاک تو چیزام در میاره دیگه، اوج این بازیش تو پنجره پشتیه. از اونجا به نظرم این تکنیکو یاد گرفته بود و استفاده میکرد، اینجا هم دقیقا همون تکنیکو به کار میبره. حالا یه نکته جالبم میگم اورجین نولان پیدا شده، نخند. اونجایی که اون بدمن میگه که این هواپیما تا بشینه ما 10 دقیقه وقت داریم، محاسبه کرده، من نمیدونم کی بوده ولی رفته محاسبه کرده دقیقا سر 10 دقیقه هواپیما میشینه. نگاه کن. جدی میگی؟ آره این اورجین نولانیه دیگه بابا. گفتم بهت ثابت کنم هیچکاک زمانه است این بشر. باشه حالا ناراحت نشو، بریم جلوتر. خب و در نهایت سکانس پایانی رو داریم، سکانسی که از اون اسمش کوی راشامون بود، اسمش چی بود؟ بله راشامور فکر کنم. راشامور آره، که تمثال رئیس جمهورای آمریکاست و 2 تا شخصیت اصلی ما آویزون میشن به این تمثال ها. یه مقدار نمیدونم فیلم سفارشی بوده نبوده، ولی خب هیچکاک اینجا هم به نفع امریکایی مقدار کار میکنه دیگه، که 2 تا شخصیت اصلیش آویزون میشن برای نجات جونشون آویزون میشن به تمثال های رئیس جمهورای آمریکا و انگار که یه مقدار نمادبازی هم میکنه اینجا هیچکاک، ولی به نظر نمادبازیش خیلی نمادبازی رو در واقع نمادبازیه که اونجوری نمیشه بهش به نظرم تاخت. حالا من یه نکته بهت بگم، اینم من خوندم، میگم چون فیلم برام جالب بود رفتم خیلی در موردش مثلا خوندم این ور و اون ور. در خصوص این سکانس آخر میگن که با حالا نمیدونم وزارت فرهنگ آمریکا با یه از این وزارتخونه آمریکا رایزنی میکنن برای اینکه مثلا همین توی این نقطه‌ای که خب مثلا خیلی برای آمریکایی‌ها اهمیت داره و جز جاذبه‌های ملی و هویتی و توریستیشونه مثلا فیلم برداری کنن و به هیچکاکینا یه مجوز میدن که آقا اصلا هیچ اتفاقی نباید بیفته، هیچ اتفاق خاصی نباید، ضربه نباید بخورن اینا. حالا مثلا وقتی فیلمنامه رو اینا شنیدن نمیدونم چیزی نباید پرت شه روشون، برای اینکه احتمال مثلا چون مثلا آسیب دیدن این مکان هستش. بعد هیچکاک قبل از اینکه این سکانس رو بگیرن، یعنی این پایان رو بگیرن، با یه خبرنگار داشته صحبت میکرده، از دهنش در میره، میگه که آره من در نظر دارم که اینا اون آخر که مثلا نجات پیدا کردن کری گرانت و حالا نامزدش دیگه روی صورت لینکن بپرن بالا پایین، یعنی خوشحال باشن. بعد این به یعنی اون خبرنگار محلی میرسونه، حالا یه جوری میرسه به گوش مثلا مقامات بالادستی، میگن که آیه هیچکاک شما چرا میخوای این کارو بکنی، مجوزتو باطل میکنی. بعد چی میشه؟ هیچکاک اینجا کم نمیاره، هیچکاک میره یه سری نمای تو واید میگیره، نمای کاملا باز از این کوههای
راشامور. بعد مثل این که میان حالا نمیدونم تو لس آنجلس یا جای دیگه توی بخش کوهستانی یه سری جستر نماد مجسمه مثل اونا درست میکنن، اون جایی که فضا قابا بسته است و خیلی جزئیاتی نداریم ما، مثلا غیر از همون کنده‌کاریای کوه و شخصیتایی که دارن بالا پایین میرن از این مجسمه ها، اونجاها مثل این که ساختگیه. ولی اینو قبول دارم که یه خورده چیز میکنه از این حرکات حالا نمادگرایانه یا مثلا حرف دو پهلو زدن داره، ولی همونی که خودت میگی خیلی مثلا عمیق یا خیلی عجیب غریب نیست که مثلا ما رو کامل پس بزنه. کات پایانی یا کات فوق‌العاده‌ایه، یعنی اون لحظه‌ای که منو یاد چیزا میندازه اینجا دوباره، یاد سرگیجه، شبیه کات اول سرگیجه است، اونجایی که جیمز استوارت بین زمین و هوا مونده و ما نمیدونیم چه بلایی قرار سرش بیاد، یهو کات میخوره جیمز استوارت خیلی خوشحال و خندان تو دفترش تو اتاقش نشسته. اینجا همین کارو میکنه. کری گرانت و اون خانم ایوا کندل دارن پرت میشن از کوه پایین، اون قاتل میاد پاشو بذاره رو دست کری گرانت که درز بگیره و بیفته و تو همون لحظه‌ای که ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته قاتل تیر میخوره، ولی اینکه این دوتا نجات پیدا میکنن یا نه رو با یه کات نشون میده که این دو نفر تو قطار نشستن و دارن میرن پی ادامه زندگیشون و فیلمو تموم میکنه اینجا هیچکاک. خیلی کات بامزه و از جنس کاتای کارتونیه، یعنی انگار که فیلم یهو تموم میشه. آره این کات خیلی خوبه، چون اولش هم نوع چیزشو یادت باشه اینه که اول یه خورده قاب بازه، یعنی ما مثلا نوع لباس و موقعیت کاراکترها رو داریم میبینیم، یعنی متوجهیم که اینا رو کوهن، بعد به مرور این قابه بسته میشه، یعنی جوری که فقط صورت اینا هستش، یعنی حتی لباس شخصیت ها هم دیگه دیده نمیشه. بعد یه دفعه این قاب باز میشه، ما ببینیم که اینا تو قطارن، یعنی این کریرانس دست نامزدش گرفته داره میارتش بالا که مثلا بشینه کنارش. کات خیلی از جنس کاتیه که از به نظرم از کابوس یکی بیدار میشه. خب یعنی یه کابوسی برای کری گرانت اول فیلم شروع میشه، این توی کابوس وحشتناکی میفته، یه مسیری رو طی میکنه و مسیرش که تموم شد، اون خوابی که داشت به پایان رسید، با یه کات تموم میشه همه چی، از خواب میپریزه انگار یا دوباره. آره و سکانس یعنی پلان آخرم که این قطار میره تو تونل و اینا خودش خیلی جالبه دیگه. آیا مثلا چه می‌دونم این قصه تموم شد یا دیگه ما از بعد از این داستان با خبر نیستیم، یا هر نیت و قصد شیطنت آمیزی که آقای هیچکاک داشته. یه مقدارم دارک شوخی که قطعا میره توی تونل نشون میده که اینا دوباره دارن انگار وارد یه تاریکی و یه سرنوشت وحشتناک دیگه ای میشن. من دیگه نکته‌ای ندارم راجع به فیلم، اگر که شما چیزی داری بگی یا چیزی به نظرت میرسه بگو. نه نکته خاصی ندارم غیر از این که شمال از شمال غربی فیلمی بود که حالا نمیخوام بگم همه 2 ساعت و 17 دقیقش منو سرگرم کرد، ولی نسبت به خیلی از فیلم‌های امروزی سرپاتره، برخلاف ظاهر ساده و مثلا برداشت اولیه‌ای که میشه ازش که فیلم کوچولوی سرگرم کننده‌ایه که هیچ حرف خاصی نداره تو زمینه‌های چه روایت کردن چه تکنیکی، میبینیم که برعکس دقیقاً هم نوع روایتش روایت جالب و جذابیه، تبدیل شدن شخصیت ها رو ما میبینیم توش، حادثه های مختلف رو میبینیم، ما رو همراه میکنه، تعلیق مناسبی داره و همین که تکنیک خیلی جالبی به کار برده دیگه هیچکاک برای اینکه این داستانش رو بتونه به بهترین نحو روایت بکنه. مثلا همون سکانس هواپیما، خب اینا اول اومدن هواپیما رو گرفتن، بعد کری گرانت رو گرفتن، یا همین سکانس مثلا کوههای راشامور توضیح دادم چجوری شده و میگم فیلم خوب و سرگرم کننده ایه که در مورد مسئولیت پذیری، عشق درست و حتی میشه گفت اصلاح شدن از برخی عادات اشتباه گذشته هستش. یه نکته هم که شاید بشه به نظر راجع به فیلم صحبت کرد و این یه بعد شاید عمیق‌تر فیلم باشه، اونم نقد مدرنیته است. اصلا به ظاهر این فیلم به شدت ساده و شوخ و شنگ و با مزه نمیخوره که بخواد وارد این حرفا و این بحثا بشه، ولی خب یه حدی هیچکاک این کارو انجام میده، یعنی یه کاراکتر مدرن به ما میده که خیلی به خودش مطمئنه، خیلی به کاری که داره انجام میده تو روزمره خودش تکیه کرده و مطمئنه و درگیر کارهای روزمره شهریه و هیچکاک اون نشون میده که به سادگی چقدر ممکنه که تو این شهر شلوغ پلوغ نیویورک یه آدمی ظرف کمتر از یک روز شغلش رو از دست بده، هویتش رو از دست بده، مادرش رو از دست بده، همه اطرافیانش رو از دست بده و در نهایت برسونه این آدم رو به یه جایی که وسط بر بیابون بی هیچ چیزی برای زنده موندن و برای بقاش بخواد
بجنگه و نشون میده که چقدر زندگی تو جهان مدرن میتونه متزلزل باشه و به راحتی همه چیز از هم فرو بپاشه. عین فیلم صبحانه با زرافه‌ها، درسته؟ بله. سایه روشن صبحانه با زرافه‌ها رو بذار تبلیغ کنیم. اگه دوست داشتید، اگه فیلم شمال از شمال غربی رو دوست داشتید، همین مضمونی که محمد امین گفت رو میتونید به صورت مدرن و امروزیش در صبحانه با زرافه‌ها ببینید. البته نقد صبحانه با زرافه‌ها پادکست خودمون نه اون فیلمه. حرفی نداری دیگه؟ تموم؟ نه بسیار خوب، خیلی لذت بردم، به نظرم بحث خوب و دوست داشتنی شد. آره منم همین فکر رو میکنم. دیگه چند تا اپیزود بیشتر نمونده تا پایان فصل اول سایه روشن. ایشالله که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. آقا خداحافظ. سلامت باشین. خداحافظ شما.